در این ویدیو من میخوام بهتون بگم که با $110 بخوایم تیم سازی رو شروع کنیم به چه منوال است. خب اول بیاید صفحه گوشیتون رو بچرخونید که کامل نوشتای صفحه براتون خواناتر بشه، یعنی به صورت افقی گوشیتون رو بگیرید. من زوم کنم. ببینید کسی که میاد الان 120,000 تا رو میشه $108 ما تو ویدیو قبل گفتیم نیت نگرشمون $110 بیاد سرمایه گذاری انجام بده و فقط کافیه 2 نفر عضوگیری کنن. حالا دوستان جالبش اینجا چیه؟ من اومدم همه چی رو در حداقل ترین حالت ممکن در نظر گرفتم که دیگه هر کسی میتونه انجام بده اینو. خب ببینید شما وقتی که بیاید $110 سرمایه گذاری کنید تا 3 سطح براتون باز میشه که چیکار کنید؟ کمیسیونشون رو بگیرید. کمیسیون از سطح اول 10%، سطح دوم 8%، سطح سوم هم 5%. اگه بخوام مثال بزنم، اگر این 2 نفر فرضاً، حالا خارج از این مباحث این چیزی که اینجا تو چارت هست دارم مثال میزنم، اگر سطح اولتون اینها روزانه $10 بگیرن، شما به عنوان کمیسیون 10%ش رو میگیرید که میشه $1. اگر در سطح دوتونم مثلا کلا روزانه اون تعداد نفرات $10 بگیرن، شما 80 سنت دریافت میکنید و در سطح سوم همون $10 باشه موضوع دریافتیشون، شما نیم دلار دریافت میکنید. حالا بریم سر مثال. این برای اینکه درصدها رو برای شما بگم که درصد بر مبنای اینه که اونها روزانه چقدر به عنوان دریافت میکنن، شما اون درصدی که اعمال شده اونو دریافت. مثلا سطح اول شما میبینید که سطح اولتون چقدر مثلا روزانه دریافت میکنه، شما 10% همون مبلغ رو به عنوان کمیسیون روزانه‌تون دریافت میکنید. خب اونجوری که ما قاعده پروژه میدونیم، کسی که میشه زیر مجموعه شما سرمایه گذاری میکنه، شما تا 500 روز به صورت قطعی از اون شخصی دریافت میکنید، کمیسیون دریافت میکنید. اون شخص دوباره بخواد تو این سایت دوباره دوباره سپرده گذاری کنه یا مبلغش رو افزایش بده، شما اون کمیسیون دوباره به راه و همچنان ادامه خواهد داشت و حتی بیشتر، اگر سرمایه‌اش رو بیشتر کنه شما هم کمیسیونت بیشتر میشه. خب ما میگیم اگر شما بیاید 2 نفر عضوگیری بکنید و این 2 نفر رو شما طی 1 ماه بگیرید، یعنی اینقدر دایره ارتباطاتتون کمه فلان، شما 1 ماه طول بکشه تا بتونید 2 نفر بگیرید، یعنی 2 هفته طول بکشه تا 1 نفر بگیرید، 2 هفته دیگه هم طول بکشه تا 1 نفر دیگه بگیرید، یعنی 2 نفر رو توی 1 ماه بگیرید. حالا مبلغی هم نیست، قرار شما 2 نفر جذب کنید که هر کدوم اونها $110 بذارن، نه کمتر نه بیشتر. الان گفتم مبلغ $110 نصف حقوق وزارتکار 1 ماه شخصی، یعنی برای همه قابل فراهم شدن. این نیست که شما نتونید واقعا طرفو توجیه کنید، قرار نیست 100 میلیون 200 میلیون 500 میلیون سرمایه بیاد بذاره. برای کلا 6 میلیون و 700 هزار تومان به قیمت الان تتر دلار که الان 9 مهر 1400 است و 61000 تومان قیمتشه، برای 6 میلیون و حالا بگیم 700 هزار تومان بخواد سرمایه گذاری کنه. پس این گرفتن این 2 نفر راحته، چون برای همه قابل جور شدنه، قابل فراهم شدنه. ولی ما میگیم آقا به هر حال به هر دلیل 1 ماه طول میکشه شما 2 نفر تو بگیریم. ما میگیم همین رویه برای مجموعتون هم همین اتفاق میفته، یعنی این 2 نفر هم طول میکشه، هر کدوم 2 نفر خودشون بگیرن 1 ماه طول میکشه. خب پس 1 ماه هم طول میکشه تا شما در سطح 2 خودتون 4 نفر داشته باشید. این 4 نفر هم دقیقاً مثل شما باشن، 1 ماه طول میکشه هر کدوم 2 نفر خودشون بگیرن، شما سطح سوم تو 1 ماه بگیری، یعنی 1 ماه طول میکشه تا در سطح خودت 8 نفر داشته باشی و همین رویه ادامه پیدا کنه. ما 1200 تا 1200 کمیسیون میتونیم بگیریم دیگه. خب در واقع میشه چی؟ یعنی 1 سال طول میکشه شما به همچین مجموعه‌ای برسید که توی سطح 12 تون 4000 نفر تیم داشته، توی سطح 11 تون 2000 نفر تیم داشته باشه. برای اینکه بدونید مجموعاً چقدر تیم دارید، دوستان همیشه بدونید توی باینری اینجوری عدد آخر هر چی باشه، خب کل عددهای قبل از اون جمعش میشه همون، یعنی جمع 11 سطح میشه سطح 12. پس چی میشه؟ یعنی 4096 شما ضرب در 2 بکنید، یعنی در واقع حالا خودش رو ول کنیم، ما در مجموع 12 سطح میشه 8000 نفر عضو در 12 سطح. حالا چون قوانینی داره سایت میگه که شما به خاطر اینکه مثلا تا سطح 3 رو بتونید کمیسیونش دریافت کنید، باید حداقل 120000 AFG سرمایه گذاری کنید که الان به ارزش الان توکن که 0.009 هستش، این مبلغ میشه $108. در آینده که قیمت توکن میره بالا، این عدد هم تغییر میکنه ارزش دلاریش. خب ما گفتیم که ما میخوایم اول تا آخر این قضیه رو با $110 جلو بریم. خب این الان بخوایم کمیسیون 104 و 5 بگیریم که باید بیشتر سرمایه گذاری کنیم. نه نمیخواد شما بیشتر سرمایه گذاری کنید. دوستان شما وقتی که همچین سطحی رو داشته باشید، یعنی 2 نفر در سطح اولتون باشه، 4 نفر در سطح دومتون باشه و 8 نفر در سطح سومتون باشه، که کمتر از این نخواهد بود، بیشتر از این خواهد بود نفرات، ولی کمتر از این عددها نخواهد بود، مطمئن باشید. ولی ما میگیم همین فیکس همین نفرات باشه، شما روزانه اولا 66 سنت خودت به دست میاری، سود خودت روزانه. از سطح اولت 13 سنت به دست میاری، 132 0.132 میشه 13 سنت. از سطح دو 21 سنت به دست میاری، از سطح سه هم 26 سنت به دست میاری. متوجهید؟ و خودتون هم 66 سنت هر روز میگیرید بابت اون $110 که دارید سرمایه گذاری کردید. خب جمع این سه تا به اضافه 66 دریافتی روزانه شماست. همینا رو شما جمع میکنید توی اکانتتون. وقتیش که شد به اندازه 120000 FG میایید 120000 FG دیگه استیک میکنید، یعنی هیچ خروجیش برداشتی نمیزنید، سوداتون رو جمع میکنید که بتونید باهاش استیک مجدد انجام بدید. اینجا وقتی که استیک مجدد انجام میدید 120 دیگه انجام میدید، در واقع شما 220000 FG فعال استیک فعال دارید و دیگه میتونید تا 500 شما کمیسیون دریافت کنید. وقتی که 500 کمیسیون بخواید دریافت کنید، این 100 1 2 3 4 5 تا اینجا تا 0.6336 رو شما دریافتی روزانه‌تونه، یعنی 500 کامل میگیرید. این دو تا 66 سنت هم مثلا دریافت میکنید. متوجهید؟ ببخشید هر روز هم 66 سنت شما دریافتیتونه. نه در واقع شما $1 و 20 سنت دریافتیتونه. چرا؟ این دوتا رو شما باید چیز کنید دیگه، جمع کنید. ما روی $110 اینقدر بود، حالا شده
این دو برابر شده. وقتی که دو برابر میشه یعنی مجموع دریافتی روزانه شخصی خودتون با سرمایه‌گذاری شخصی خودتون دو برابر میشه. اینها رو این 500 رو کمیسیون روزانه‌اش که دریافت میکنید و سود پول خودتون روزانه دریافت میکنید، پولاشو جمع میکنید و وقتی که شد 220000 اف جی 220000 اف جی رو استیک میکنید. 220000 تا از قبل داشتید میشه 440000 تا. شما 440000 تا میشه استیک فعالتون که طی 3 مرحله انجام دادید تا سطح 6 براتون باز میشه. حالا این 6 تا سطح شما دریافتی روزانه‌تونه. این سه تا آبیا هم چیزی که خودتون هر روز میگیرید، جمع اونها چیزی که هر روز خودتون میگیرید. اینها رو جمع میکنید تا به چقدر برسه به 460000 اف جی. وقتی که رسید به 460000 اف جی اون رو استیک میکنید که 440000 تا از قبل داشتید، 460000 تا هم جدیدن استیک کردید، مجموع رو هم دیگه 1 میلیون استیک میشه، 1 میلیون اف جی استیک میشه و شما تا 12 ساعت براتون باز میشه. نکته جالبش اینجاست شما وقتی که به 112 برسید تا 500 روز از این 12 ساعت شما هر روز کمیسیون دارید و اگر اینها دوباره بعد از 500 روز دوباره بخوان استیک انجام بدن دوباره همین قضیه رو شما دارید. ما فرض میگیریم تیم شما دیگه بیشتر از این نخواهد بود. سطح اول شما برای 2 سال 3 سال تا مثلا این سطح اول شما همین دو نفر دیگه بیشتر از این نمیگیرید، اصلا نداری، آدم نیست تو زندگیت و بقیه اعضای تیمتون هم افراد ندارن تو زندگیشون، هم هر کدوم فقط دو نفر تونستن بیارن و دیگه ندارن. خب یعنی اگر بخوایم بگیم این چارت برای 5 سال و نیم همین عددها باشه، یعنی سطح یک شما هم 2 نفر باشه بیشتر نشه، سطح دوتون 4 نفر بیشتر نشه، 8 نفر، تو سطح سومتون بیشتر نشه، همینا دست نخور، همین باشه تا 5 سال و نیم آینده بر اساس چیزی که حساب کردیم. خب این میشه وقتی که شما 1 میلیون اف جی به دست آوردید خب طی یک سال سود روزانه خودتون میشه 5 دلار و 40 سنت فقط از پولی که تونستید افزایش پیدا کنه توسط همین تیم سازی و استیک کردن ها، به اضافه 137 دلار روزانه، 137 دلار و نیم هم 57 سنت هم کمیسیون به صورت روزانه دریافت میکنید. یعنی شما روزانه 100 بعد از یه سال مثلا همچین چیزی ساخته بشه که در دیگه بدبینانه در این حالت حساب کرده شما روزی 142 دلار و 90 سنت مثلا بگو 143 دلار به دست میارید هر روز. حالا با این احتسابی که داریم وقتی که فروردین 1404 تا شهریور قیمت توکن از 0.009 میرسه به 0.201 اون موقع دریافتی روزانه شما میگم با همین مقدار تیم یعنی هیچ افزایشی پیدا نکنه دریافتی روزانه شما 158 دلار و 54 سنت خواهد بود که این سود شخصی و کمیسیونه. مهر تا اسفند 404 با همین تعداد نفرات چون ارزش توکن شده 0.202 شما 307 دلار ارزش دارای روزانه‌تون. همین 307 دلار رو من بخوام حساب کنم به صورت ماشین حساب 307 دلار الان ارزشش هست، ارزش دلار هست 61000 تومان. روزی میشه 18 میلیون و 700 هزار تومان دریافتی روزانه میشه به ارزش الان. حالا فکر کن یه سال دیگه همین چقدر، مثلا 2 سال دیگه همین چقدر روزانه دریافت، همینو بخوای بگیری تو ماهش میشه 561 میلیون تو ماه. داداش اینا غیر واقعی نیست و به دست آوردنیه چون داریم با حساب کتاب و حداقل ترین حالت ممکن داریم حساب میکنیم. حالا فروردین تا شهریور 1405 شما چون توکن میشه 0.203 ارزشش شما 473 دلار دریافتی روزانه. حالا بخوایم ویدیو رو کوتاه کنیم ببین مهر تا اسفند 1408 به خاطر اینکه ارزش توکن میشه 1 سنت یعنی همون 0.01 شما دریافتی روزانه 1588 دلار و 55 سنته. متوجهی؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی حالا 1000 اصلا بگیم 1588 1588 دلار به دلار الان هم حسابش کنیم نه به دلار 5 سال و نیم آینده میشه 96 میلیون و 800 هزار تا 96 میلیون و 868 هزار تومان دریافتی روزانه تو میشه. حالا همین رو ضرب در کنی میشه ماهی 2 میلیارد و 900 شما دریافتیتونه. میگم حتی نفراتتون بیشتر از این نشه همین قدر اصلا غیر ممکنه همچین چیزی، ولی من میگم یک کمترین حالت و بدبینانه حالت رو مثلا در نظر گرفتم دیگه. همون میگه 99% مثبت 1% مثلا من درون 1% گیر دادم. یعنی شما فقط و فقط تو زندگیتون بتونید 2 نفر بیارید و کل 12 ساعت تیمتون هم مثل شما باشه شرایطشون شما درآمد فضایی میشه. به خاطر همین شما با 110 میلیون بعد 5 سال و نیم بدون مرکب کردن این سری از شرایط و اصلا اضافه شدن نفرات با حداقل ترین حالت ممکن روی 3 میلیون دلار مثبت 3 میلیون دلار حساب کنید. یعنی شما با 110 دلار سپرده و آوردن 2 نفر که اونها هر کدوم 110 دلار بیارن شما در 5 سال نیم آینده با این چیزی که گفتم برای هر کسی حتی بچه‌ش هم ساختنی همچین چیزی و حتی استراتژی مدیریت کردنش هم اگر با من هماهنگ باشید بهتون میگم توی تلگرام چجوری این افراد رو مدیریت کنید بهتون یاد میدم. خب اعضای تیمم هستید به صورت خصوصی بهتون آموزش میدم، ازم بخواید تیم بسازید جلو برید پیشرفت کنید ازم بخواید من همه رو بهتون آموزش میدم توی پی وی. شما مثبت 3 میلیون دلار 3 میلیون دلار همین الانش هم میشه تقریبا هولوش 183 میلیارد تومان دارایی. حالا ببین 5 سال آینده این به صورت تومان چقدر میشه. پس دوستان خیلی پتانسیل داره این پروژه الکی نگاه نکنید. این توکن سوزی اتفاق میفته به صورت تضمینی این قیمت ها 8 ماه یه بار افزایش پیدا میکنه. آیندهش خیلی یعنی قراره که توی آینده اگه عمری باقی باشه و احوالات جهان مناسب باشه قراره که خیلی ها رو ثروتمند کنه و خیلی پتانسیل قدرتمند داره و قراره که خیلی شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون ها و اصلا سر زبونا بیفته چنین پروژه‌ای و خیلی قدرتمنده. ساده از کنارش رد نشید و امیدوارم که خلاصه من توضیحات رو دادم و شما هم به زودی زود ازش استفاده کنید و هر چه زودتر شروع کنید. خدا نگهدار.